با تشکر از همه دوستان عزیزی که پیشاپیش عید رو تبریک گفتن و با تبریک متقابل به همه این عزیزان اجازه میخوام که 120 ثانیه امروز رو اساساً اختصاص بدیم به توضیح در مورد هدیه نوروزی پیک شادی، چون در خیلی از ایمیل ها راجع به کم و کیفش سوال شده بود یا پیشنهاداتی مطرح شده بودن. تلاش میکنم خیلی خلاصه به این پیشنهادات و به این سوالات بپردازم. هدیه نوروزی پیک شادی به این صورت هست که شما میتونید با انتخاب یکی از بسته‌های پیشنهادی در مراجعه به سایت پیک شادی، بسته‌هایی که میگم شامل مثلا انیمیشن حاجی فیروز یا ترانه گروه حاجی فیروزها یا هر دوی اینها، میتونید با مراجعه به سایت پیک شادی اینها رو به طور اختصاصی دریافت بکنید. یعنی به این صورت که تصاویر مورد نظر شما که برامون ارسال میکنید در انیمیشن حاجی فیروز ظاهر خواهد شد، مثلا تصاویر دوستان یا فرزندان یا هر کسی که میخواید این هدیه رو براش به عنوان عیدی بفرستید. و همینطور از افراد مورد نظر شما توسط گروه حاجی فیروزها که ترانه رو اجرا میکنن اسم برده خواهد شد و عید به طور خاص به اونها تبریک گفته میشه. به همین علت هم هست که ناچار شدیم زمان دریافت سفارشات رو محدود بکنیم که فرصت ارسال این کلیپ ها به آدرسی که شما بهمون میدید وجود داشته باشه. زمان رو به درخواست دوستانی که این هفته ما در ارتباط بودن 3 روز تمدید کردیم. آخرین مهلت ارسال سفارشات از جانب شما شب چهارشنبه سوری است، یعنی 26 اسفند مصادف با 17 مارس، تا بتونیم تا شب عید این کلیپ ها رو به دست شما رسونده باشیم. امیدوارم که توضیحات کافی بوده باشه. اگه باز هم ابهامی بود حتما با مراجعه به سایت پیک شادی یا فیسبوک پیک شادی برطرف خواهد شد.